صادق بوقی یک شخصیت مشهور در شهر رشته که به دلیل رقص و آوازخوانی در بازار ماهی فروشان رشت مورد توجه قرار گرفته. نام کامل صادق بوقی صادق بنا متجدده. او در سال 1332 در شهر رشت استان گیلان متولد شده و بچه خیابانسردی رشته. قبل از آوازخوانی و رقص در بازار رشت، صادق بوقی به عنوان بوقچی، لیدر و تبلیغاتچی در کنار تیم‌های فوتبال داماش و سپیدرود فعالیت می‌کرد. در حال حاضر صادق بوقی به عنوان یک راننده تاکسی فعالیت می‌کند و در اوقات بیکاری به بازار ماهی فروشان رشت میره و دوستان خودش رو ملاقات می‌کنه. او از سال 1399 شروع به رقص و آوازخوانی در بازار رشت کرده. او در مصاحبه اظهار داشته که هدفش از رقص و آوازخوانی شادی مردم و تغییر روحیه اوناست و تمام تلاش خودش رو برای شاد کردن مردم میکنه. او میگه که بوق زدن رو ترک نمیکنه و در صورتی که عمری باقی بمونه همچنان برای ایران بوق میزنه. صادق بوقی همچنین یک آهنگ به نام صادق بوقی داره که در اون به تاریخچه و ماجراهای خودش اشاره میکنه. در یکی از ویدیوهای رقص صادق بوقی در بازار ماهی فروشان گیلان خبر دستگیریش منتشر شد. بعدها این خبر تکذیب شد و صادق بوقی اعلام کرد که دستگیری و کتک خوردنش صحت نداره. ویدیوهای رقص و آوازخوانی صادق بوقی در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفته و با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و صفحه اینستاگرام او بعد از بازگشایی تعداد زیادی فالوور جدید به دست آورده.